بریم با همین دسر ژله‌ای رو درست کنیم که هم خیلی خوشمزه و پرطرفداره، هم ظاهر خیلی قشنگی داره. چند تا بسته پودر ژله دلخواهتون رو با یه لیوان آب جوش مخلوط کنید. ذره‌های ژله که حل شد یه لیوان آب سرد بریزین و هر کدوم رو بریزین داخل یه ظرف و بذارین داخل یخچال تا کاملا ببنده. تو این فاصله یه بسته پودر ژله آلوورا با یه قاشق پودر ژلاتین و یه لیوان آب جوش مخلوط کنید. بذارین روی بخار کتری تا ذرات ژله حل بشه. بعد هم 3 تا بستنی وانیلی آب شده رو بهش اضافه و مخلوط کنین. حالا ژله هایی که گرفته رو مکعبی خورد کنین، مطابق فیلم داخل قالب بریزین. در آخر هم ژله بستنی رو بریزین روش و بذارین داخل یخچال چند ساعت بمونه. بعدم به راحتی از قالب جدا کنید و نوش جونتون. دوست خوبم، اگر از اکسپلورینگ پست رو میبینی، سهیلا کرمی هستم. تو پیجم کلی آموزشای خوشمزه و رایگان دارم. ممنون از همراهیتون.